أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درس چهارمی تفسیر سوره الاخلاص. این سوره را الاخلاص به خاطری میگویند که در این سوره توحید خالص پروردگار بیان شده. به جز مسئله توحید و اسما و صفات پروردگار دیگر هیچ امری از امور دنیا و آخرت در این سوره بیان نشده. سوره الاخلاص از سوره های مختصر قرآن کریم است، دارای چند آیتی و همچنان حروف و کلمات مختصری دارد، اما به اعتبار معنا و محتوا یکی از سوره های بزرگ قرآن کریم می باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم یاد کردن، فرمودن والذی نفسی بیده انها لتعدل ثلث القرآن. قسم به ذاتی که نفسی من به دستی از اوست، این سوره معادله سوم حصه از قرآن میکند. حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم همچنان به لفظی نزدیک از این میآید. البته معادله به اعتبار اجر و ثواب، یعنی کسی سوم حصه از قرآن میخوانه چقدر اجری که برش داده میشه یا نوشته میشه، امو اجر به خواندن سوره الاخلاص هم حاصل میکند. یعنی کسی سوره اخلاص 3 مرتبه بخونه، گویا اینکه تمام قرآن خوانده باشه و چقدر اجری که برش داده میشه اما اجر به خواندن 3 مرتبه سوره اخلاص هم حاصل میکنه. البته این کفایت از خواندن قرآن نمیکنه. به این معنا نیست کسی گمان کنه من سوره اخلاص هر وقت 3 مرتبه میخوانم دیگر حاجت نیست که قرآن بخوانم و خواندن قرآن ترک کنه. در این صورت انسان باز گناهگار میشود و در حکم کسایی است که قرآن را هجر کرده، ترک کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از نمازهایشان سوره الاخلاص را با مداومت می‌خواندند. از جمله سنتی فجر در رکعت اول سوره الکافرون و در رکعت دوم سوره الاخلاص می‌خواندند و همچنان در وتر رکعت سوم اگر 3 رکعتی می‌خواندند سوره الاخلاص می‌خواندند و در نماز طواف همچنان در رکعت دوم سوره الاخلاص خواندند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با خواندن سوره و همراه معوذتین در وقت صبح و شام تأکید کردند که از هر چیزی کفایت میکنه، از شر هر چیزی انسان یعنی بسنده است برای انسان از شر هر چیزی. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در بستر خواب وقتی که میرفتن این سوره را و سوره معوذتین خوانده و دسته هایشان کف میکردن و دستایشان به بدنشان میمالیدن. در سبب نزول سوره الاخلاص مفسرین چند قولی ذکر کردن. از جمله بعضی از مشرکین نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن پروردگارت را با ما وصف کن یا اینکه نسب پروردگارت را با ما بیان کن. در جواب از اونها الله تعالی این سوره را نازل فرمود. یا بعضی از یهود نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدن گفتن الله این مخلوقات آفریده، پس الله را کی آفریده؟ در جواب آنها الله تعالی سوره را نازل فرمود. ترجمه لفظی سوره: بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل بگو ای پیامبر صلی الله علیه وسلم در جواب مشرکین یا در جواب یهود یا این که هر مسلمان در جواب هر شخصی که درباره الله پرسان میکنه یا درباره الله شک داره یا هر شخصی که تلاوت میکنه آنچه که در این سوره درباره الله وصف شده باید به معتقد بوده باشه الله را به همین چیز وصف کند. هو الله بیان میکنه که الله را که شما سوال کردین و درباره از او در وصف از او پرسان میکنین او الله است. احد تنهاست. او الله است، احد تنهاست. این معنای اول. به اعتبار این معنا لفظی احد بدل از برای لفظی جلاله الله می باشد. یا اینکه معنای دوم هو الله احد، او الله تنهاست.
او الله تنهاست. به این اعتبار لفظ احد خبر است برای مبتدا که لفظ هو و همچنان لفظ جلاله برای از اینها خبر می باشد. احد از جمله نامه های الله تعالی می باشه و تنها در قرآن کریم یک جا ذکر شده و هم در این سوره. احد به معنای واحد است و همچنان از ابن عباس رضی الله عنه نقل شده که احد را به معنای واحد ترجمه کرده و بعضی فرق‌های در میان احد و واحد ذکر کردن. کدام فرقی دقیقی معلوم نمیشه. الله تعالی واحد است، احد است به اعتبار ذاتش و به اعتبار اسماء و صفاتش و به اعتبار استحقاق عبادتش. یعنی تنها الله تعالی خدا است، تنها رب است، تنها خالق است، تنها رازق است، تنها مدبر است و تنها مستحق عبادت است و تنها اسماء و صفاتی داره که هیچ کسی از مخلوق به مانندی از او اسماء و صفات ندارد. الله الصمد، الله تعالی بی نیاز است. الصمد از جمله نامه های الله تعالی است. از جمله معانی صمد الله بی نیاز است. بی نیاز از فرزند، از پدر و مادر، از معین و مددگار، از همتا و مثیل و از خوردن و نوشیدن و از نکاح و همسر و تمام حاجاتی که بشر یا مخلوق داره الله تعالی از او منزه و پاک است. یکی از معانی صمد. و مردم همه به الله محتاج هستند. وقتی که الله به کسی محتاج نبود، نیازمند نبود، مردم به او محتاج هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. دیگر از معانی صمد بیان شده که الصمد یعنی ذاتی که در اسماء و صفاتش در حد کمال قرار داره. یعنی ذاتی که اسماء و صفاتی از او اسماء و صفاتی کمالی است. الصمد همین معنا را میدهد. یعنی الله علیم است، علم الله تعالی محیط بالای همه چیز است. الله غفور است، برای همه بندگانی که به او رجوع میکنن مغفرت میکنه. الله صاحب رحمت است، رحمت الله تعالی شامل همه چیز است و همچنان دیگر اسماء و صفات الله تعالی. لم یلد ولم یولد، لم یلد کسی را نزاده، ولم یولد و از کسی زاده نشده. جمله اول رد است بالای آنهایی که به الله پسر نسبت میدهند. قسمی که یهود گفتن عزیر پسر خداست و نصارا گفتن مسیح پسر خداست. مشرکین گفتن ملائک دختران خدا هستند. بالای همه از آنها رد است. ولم یولد و رد بالای کسایی است که دنیا و نظام دنیا و مخلوقات قدیمی میدانند، ازلی میدانند. قبل از الله ذاتی وجود نداره و الله ذاتی اول است. پدر و مادر اگر کسی داشته باشه یعنی پدر و مادر از وجودی از او قبل می باشه. الله ذاتی است که نه پدر و مادر داره، نه وجودی، نه مخلوقی، نه ذاتی قبل از الله وجود داره. الله ذاتی است که بوده و همیشه می باشد و همیشه باقی می باشد و هیچ وقت فانی نمی شود. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولم يكن له كفوا أحد. و نیست هیچ کسی او را همتا و مانند، نه در ذات و نه در صفات و نه در استحقاق عبادت. بعضی از مسائل عقدی را از این سوره گرفته میشه، استنباط میشه. از جمله انواع توحیدی ثلاثه، قسمی که در سوره های دیگری هم بیان کردیم. در این سوره هم لفظی الله احد، الله تنهاست. این اشاره میکنه که الله به اعتبار ربوبیت تنهاست، به اعتبار خالقیت و همچنان مدبر، تنها مدبری کون است، تنها متصرف است، تنها خالق است، تنها رازق است، تنها ذاتی است که به او رجوع می شود و تنها ذاتی است که شفای امراض می دهد و تنها ذاتی است که مستحق عبادت است، توحید الوهیت، و تنها ذاتی است که اسماء و صفاتی داره که هیچ کس در اسماء و صفات به او مثیل نیست. و همچنان از این سوره تقسیم اسماء و صفات به ثبوتی و همچنان سلبی استنباط می شود. این سوره اسماء ثبوتی را
به الله تعالی ذکر کردن. هو الله احد الصمد بیان شده و همچنین صفات سلبی از خود نفی کرده. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باز این صفات سلبی الله تعالی چند قسم است، یعنی دو قسم تقسیم میشه. از جمله صفات سلبی که لفظا و معنا هر دو از الله تعالی سلب میشه، مانندی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و در جای قرآن ظلم از الله تعالی لفظا و معنا سلب شده. نوم، عجز، لغوب، همه از اینها لفظا و معنا از الله تعالی سلب میشه. و قسم دیگری از صفات که سلبیه لفظ ثابت میشه اما معنا سلب میشه. عموم لفظ دلالت به عموم معنای سلبی میکنه، مانند الصمد که اینجاست به اعتبار معنای اول الله بی‌نیاز است. الاسم الصمد اما ثابت کردیم که از جمله اسمایی ثابت است برای الله تعالی. همین صمد مشتمل به معنایی است که معنا نفی میشه. الله بی‌نیاز است، نیاز الله از الله تعالی سلب کردیم، نفی کردیم. و همچنان قدوس، الله ذات پاک است، یعنی منزه از نقص است، از عیب است. همه از اینها عیب و نقص اینها را به لفظ القدوس از الله تعالی سلب کردیم اما معنا را لفظا ثابت کردیم. این سوره اشاره به چند محاذیری میکنه در باب اسما و صفات که انسان باید متوجه از او بوده باشد و نهایت خودداری کنه. از جمله الحاد در اسماء الله تعالی. بعضی ها نامی هو را ضمیر هو را از جمله نامهای الله تعالی ذکر کردن و به این الله را ذکر میکنن، یا هو یا هو یا هو گفته ذکر میکنن و بهترین ذکر نزدشان است. و این در حقیقت الحاد در اسماء الله تعالی. چنین ذکر اصلا در کتاب و سنت وجود نداره و همچنان نامی از نامهای الله تعالی به نام هو در کتاب و سنت وجود نداره. و ضمیر هو در کتاب و سنت برای الله هم استفاده شده، برای مخلوق هم، حتی به اشیاء معنوی هم. و یسألونک عن المحیط قل هو اذن فاعتزلوا النساء اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. یعنی بخل، یعنی فکر نکنید که بخل در خیری از اینها، برای بخل استفاده برده شده، برای عدل استفاده برده شده، برای حیز استفاده برده شده. این به این معنا نیست که ضمیر هو اسم برای حیز است، اسم برای بخل است، اسم برای عدل است. یعنی در اینجا وقتی که برای از اینها استفاده برده شده، قسمی که در اونجا اشاره شده به اونها و همچنان اینجا به ضمیر هو به طرف الله تعالی اشاره شده. مسئله دیگری از محاذیری که انسان متوجه بوده باشه در باب اسماء و صفات و این سوره به اشاره میکنه، مسئله تعطیل در اسماء و صفات الله تعالی، چی تعطیل لفظی بوده باشه یا چی تعطیل معنوی. تعطیل لفظی است که اسماء و صفات کاملا از الله تعالی نفی میکنن. گروهایی هستن که به الله تعالی اسماء و صفات ثابت نمیکنن، تعطیل لفظی دارن، مانند جهمیه وری یا معتزله که صفات نفی میکنن، یا بعضی از گروههای دیگری که بعضی از صفات ثابت میکنن دیگرش از الله تعالی نفی میکنن یا تاویلای بیجا میکنن. پس تعطیل لفظی رد شده که اینجا الله تعالی به خود هو الله احد صمد اسم ثابت کرده، نفی کرده همچنان صفات لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و این رد تعطیل لفظی است. و همچنان تعطیل معنوی، بسیار فرقه های هستند که تعطیل معنوی دارن، بعضی از اسماء و صفات ثابت میکنن اما معنا را از الله تعالی نفی میکنن، مانند معتزله و مانند بعضی از فرقه های دیگری که در اسماء و صفات الله تعالی تأویلات بیجا دارن. پس نامهای الله تعالی شامل معانی است و معنا را در نامهای الله و در صفات الله تعالی ما ثابت میکنیم و او معنا مراد است و عرب او معنا را میداند، اما کیفیت نفی میکنیم. ولم یکن له کفوا احد، اینجا کیفیت نفی میکنه، یعنی رد تعطیل معنوی. و همچنان از این سوره اشاره میکنه به محاذیر دیگری که تکییف و تمثیل است. در باب اسماء و صفات از این انسان خودداری کنه. تکییف یعنی یک کیفیت خاصی به الله تعالی بیان کردن، تمثیل الله را به کسی دیگری مثیل بیان کردن. البته تمثیل نوعی از تکییف است، در تحت تکییف داخل میشه، اما تکییف عامتر است. تکییف برابر است که یعنی الله تعالی را در ذات خود کیفیت بیان میکنه و تمثیل یعنی الله تعالی در خارج به کسی دیگری مثیل بیان میکنه. مثلا در تکییف میگه طول الله تعالی مانند عرضش، در کیفیت خاصی بیان میکنه، و در تمثیل میگه الله مانند فلانی است، یا نعوذ بالله دست الله مانند دست فلانی است. اینا همه تمثیل هستند.
از هر دوی از این انسان در باب اسماء و صفات خودداری کنه و در حذر بوده باشه و این کلمه دلالت میکنه به این اشاره میکنه ولم یکن له کفوا احد و همچنان لفظی هو الله احد، الله ذاتی تنهاست، بی نظیر است، بی مثیل است در ذاتش، در اسماءش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، همه الله ذاتی بی مثیل است. و این سوره یکی از سوره های بزرگی است که بسیار فرقه ها و ادیان منحرف و باطله رد میکنه و عقاید مزخرفی از اونها را رد میکنه. از جمله هو الله احد، اشاره در این کلمه اشاره است و رد است بالای کسایی که بجز الله معبودات باطل دیگر را پرستش میکنن، بت‌ها را پرستش میکنن، مخلوقات را پرستش میکنن، شیطان را پرستش میکنن، هوا و نفس و خواهشات خود را پرستش میکنن. کلمه میگه هو الله احد، و الله تنها ذاتی است که مستحق عبادت است و جز الله هیچ کسی دیگری مستحق عبادت نیست. و همچنان این کلمه رد است بالای منکرین خدا، کسایی که خدا را منکر هستند. این کلمه هو الله احد، و الله وجود داره، موجود است و الله پرستش میشه، رد است بالای آنها. همچنان این سوره رد است بالای مردمانی که معتقد هستند به عقیده وحدت الوجود، یعنی همه وجود یک وجود میدانن، همه چیز خدا میدانن و عابد و معبودی را تمیز نمیکنن، خالق و مخلوقی را تمیز نمیکنن، رب و مربوبی را تمیز نمیکنن. در این سوره میگه هو الله احد، و الله است که تنها عبادت میشه، یعنی مخلوق دیگری وجود داره که او را عبادت میکنن و مخلوق دیگری وجود داره که به او مانندی نمیکنن. یعنی مخلوق وجود داره، خالق وجود داره و عابد وجود داره، معبود وجود داره. هیچ وقت عابد معبود شده نمیتونه، خالق مخلوق شده نمیتونه، رب مربوب شده نمیتونه. میان از اینها فرق است. و همچنان سوره رد است بالای بعضی از مسلمان هایی که خدا به اسلام نسبت میدهند و از غیر الله و از مخلوقات و حتی از انسانهای صالح و نیک میطلبند، حاجات میخواهند. یا رسول الله مدد، یا علی مدد، یا عبدالقادر جیلانی مدد، یا فلانی بلاگردان مدد، یا فلانی حاجتی مرا دور کو، یا فلانی به من پسر بیدی. بالای همه از اینها رد است که تنها حاجات از الله تعالی خواسته میشه، تنها ذاتی که به او رجوع میشه، ذات شفا میدهد، او ذات حاجتمندان را دور میکند، تنها ذاتی واحد است. الله تعالی ما را توفیق بدهد و بالله التوفیق.